رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مسلمان هر شب حداقل 10 آیت از قرآن تلاوت می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند هر مسلمان در شب 10 آیت قرآن تلاوت کند از جمله غافلان نوشته نمی شود. اگر 100 آیت در شب تلاوت کند از جمله قانتین نوشته می شود و اگر 1000 آیت در شب تلاوت کند از جمله مقنطرین نوشته می شود. روایت امام ابو داود. قانتین یعنی کسانی که طاعت و عبادت الله را بجا آورده و تسلیم او شدند. مقنطرین یعنی کسانی که عملهای صالح خیلی زیاد دارند. بنا به گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم باید کوشش کنیم هر شب 10 آیت از قرآن تلاوت کنیم و اگر این مقدار خیلی کم از قرآن تلاوت نکنیم از جمله غافلان و بیخبران نوشته می شویم. خدایا بیامرز گوینده را، شنونده را و نشر کننده را.